ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони гиромӣ, падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. имрӯз ман дар хидмати шумо ҳастам, Салим Султонзода, бо барномаҳое ки дар канали Паймон Лайф пешниҳод мешавад. имрӯз мо тасмим гирифтем дар як мавзӯе ки ҳоло хеле мешавад гуфт ки мавзӯи нав ҳам ҳаст, кӯҳна ҳам ҳаст. Аз як ҷониб ҳафтаи гузашта дар ҳаёти сиёсии кишвари мо, умуман дар ҳаёти сиёсии мо тоҷикистониён, як таҳаввулоти нав, як тағйироти нав ба вуқӯъ омад ва ин ҳам бошад вобаста ба ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон. Ва ба ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем як суҳбате дошта бошем با استاد محیدین کبیری در همین موضوع. دوستان عزیز، شما چه خیلی خبر دارید در شبکه‌های اجتماعی در صفحه رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیانیه نشر شد که در آنجا گفته می شود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلاحات خود را دوام داده است و در نتیجه همین اصلاحات ها دیگر حالا این سازمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نهضت اسلامی تاجیکستان تبدیل نام کرد. حالا در شبکه‌ها سوال‌ها بسیارند، هر خیل گفتمان‌ها بسیار هستند. به همین سبب ما این موضوع رو انتخاب کردیم تا یک صحبت خوبی داشته باشیم و برای شما به سوال‌هایی که شما حالا دیگر اینجا گذاشتید پاسخ استاد گرفته باشیم. دوستان عزیز، اجازهتون یک بار دیگر از همه شما دعوت کنم، اون کسانی که حالا دیگر امکانی لایک گذاشتن دارید حتما لایک گذارید و اون کسانی که امکانی آبونه شدن دارید آبونه شوید و نفرانی که هر نظر دارن، فکر و اندیشه دارن، البته فکر و اندیشاتون رو در کامنت در شرح نویسید. اینچنین شما میتوانید شبکه‌های ما رو، یعنی پایمان لایف رو، در دیگر شبکه‌های اجتماعی کانال ما رو پیگیری کنید، در اونجا آبونه شوید، به مثال تیک تاک، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک. همین است دوستان عزیز، اعلان کوتاهی که در ابتدا میخواستم گویم. حالا استاد کبیر رو دعوت میکنیم به استودیو و انشاءالله صحبت رو آغاز میکنیم. یک بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله استاد، خوش آمدید به برنامه امروزه ما. و علیکم السلام سلیم جان و اینچنین درود به همه بینندگان این صحبت ما و شما در هر وقتی که ما را میبینند یا میشنوند یا در هر گوشه دنیا باشد. در خدمت هستم، بفرمایید. بله درست میگید. امروز دوستان عزیز باید تاکید کنم که برنامه ما یک روز پیش از پخشش ثبت شده ایستاده است. امروز روز جمعه ثبت شده ایستاده است، فردا ان شاء الله روز شنبه روی افیر میبره، چون که از سبب‌های تکنیکی ما نتوانستیم حالا دیگر برنامه ها رو مستقیما ثبت کرده روز شنبه گذاریم. خوش دوستان، سر میکنیم. استاد عزیز، این را ببینید که همین چیزی که در ابتدا گفتم، در همین هفته در حیات سیاسی تاجیکستان میشود گفت که یک کمی خبر تازه و خبری که بسیار مورد پیگیری شده ایستاده، این هم بیانیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و اصلا دعوت کردن شما هم مقصد از همین، همچون راهبر این حزب، این سازمان، چند سوال ها آمده است و سوال ها را من خودم تیار کردم از اون حرف ها، اون کامنت هایی که در شبکه های اجتماعی هستند. یعنی که یک چیزی که از عموم جمع شده است، شاید در بین صحبت ها با سوال ها پیدا شود و حالا این بیانیه نشر شد، تغییر نام کرد سازمانی که شما راهبری میکنید. حالا مردم در حیرانند. کسی که درک کرده باشد، در سیاست سرکار داشته باشد، البته میفهمد، و اما مردمی که کمتر از سیاست شاید دورند فقط پیگیری میکنند، حالا آنها حیرانند که چی تغییر یافت. من با از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گذشته به نهضت اسلامی تاجیکستان چه از این هدف چی بود و اوما در اون بیانیه، اگر باز استیم دوام همین سوال این است که در اون بیانیه گفته شده ایستاده است که ما باید با یعنی نهضت اسلامی تاجیکستان مناسبت خودش را نسبت به مفهوم‌های مثل دولت، ملت و دین بازنگری کرده است. لطفاً همین یک سوال، شاید دو سوال هم باشد، اما یک به طرزی که به مردم فهمه باشد کمتر شرح میدادید. بسم الله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادر سلیم جان، البته در اینجا یک سوال نه، چندین سوال در داخل همین یک سوال عمده شما بود و من خواهش میکنم هر وقتی که کمتر باز سوال ها در رفت صحبتی من پیدا شد بلافاصله سوال رو مطرح کنید، چون که در داخل اون سوال شما یک چند سوالچه و یک چند موضوع بود که هر کدوم اونها شرح علاهیده میخواهد. و پیش از همه شما درباره تغییر نام حزب گفتید. اصلا نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تغییر نکرده است، فقط کلمه حزب از آن برداشته شده است و نام نهضت اسلامی تاجیکستان همونطوری که از روز تأسیس تا امروز هست اون باقی میماند، اگرچه خود تغییر نام هم در لایحه اصلاحات در فکر و اندیشه ها و پیشنهادها وجود داشت. حتی از زمان مرحوم استاد سید عبدالله نوری این مسئله در داخل کشور مطرح بود که باید حزب از حرکت جدا کرده شود و بارها این بحث و صحبت در داخل نهضت میرفت. بنابراین همین ما در اینجا درباره تغییر نام نه، بلکه درباره یک مسئله بسیار ساده گرفتن کلمه حزب از نام نهضت سخن می رود و چرا مثلا نهضت اسلامی تاجیکستان باقی ماند یا مثلا وقتی کلمه حزب برداشته شد با جای حزب یک کلمه دیگر مثل حرکت، مثل سازمان، جمعیت، چیز دیگری جایگزین نشد. این هم جوابش خیلی ساده است. ما هم در گروه کاری هم در ریاست اطراف موضوع خیلی بحث و صحبت ها شد. ما به این نتیجه رسیدیم که خود کلمه نهضت در زبان تاجیکی دو معنی دارد، یکی به معنای بیداری، به معنای آگاهی، به معنای از نو یک چیزی رو ساختن، بنا کردن، و یک معنای دیگرش این معنای حرکت است، معنای یک خیزش است، یک جنبش هست و این معنا را هم در زبان تاجیکی میدهد. و وقتی که برای مثال حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان اگر کرده میشد، در وقتی ترجمه خصوصا به زبان فارسی در گویش حالا دوستان ایرانی، افغانستان یا جاهای دیگر، گویا کلمه سازمان یا که حرکت دو مراتبه تکرار می شود. مثل همین مثلا اگر ترجمه شود که حرکتی اسلامی تاجیکستان. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که چون این یک از لحاظ محتوا و ساختار یک حرکت است، اما با نام نهضت اسلامی تاجیکستان این بعد فعالیت میکند و یکان تغییرات بسیار جدی در نام نیست. اما ضرورت این چه بود؟ ضرورت ببینید تاریخ نهضت اسلامی تاجیکستان از روز تأسیسش این اصلاحات هست، پویا بودن هست، هم قدم با زمان و مکان و با شرایط هست و بار اول نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان یا تغییر نام میکند یا قسما کلمه اضافه می شود، کلمه برداشته می شود. حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در طول این تاریخ فعالیتش البته دو مراتبه شد از طرف مقامات رسمی تاجیکستان ممنوع اعلان می شود. یک مراتبه از طرف مقامات اتحاد شوروی ممنوع اعلان شد، یعنی بعد از آن که شوروی پاش خورد، و یک مراتبه دیگر نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خودش داوطلبانه در افغانستان در سالهای مقاومت اول نامش رو فعالیت را قطع کرد و در عوض آن تبدیل شد به حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان و با این نام فعالیت میکرد. یعنی برای نهضت اسلامی تاجیکستان کسی که واقعا تاریخ نهضت رو میداند و خوب آگاه هست از این تغییرات ها و اصلاحات و از این همه پویا بودن نهضت آگاه هست، اون میداند که این چیزی نوی نیست و اصلا چیزی بسیار هم برای نهضت اسلامی تاجیکستان غریب و عجیب هم نیست. اما بیشتر این سوال ها در ذهن کسانی با وجود میاد که در مرحله های بعدی به نهضت پیوستند یا اینکه اصلا سیاست نهضت رو، فعالیت نهضت رو در این مرحله های اخیر روبرو شدن، درک کردن، دریافتند و برای آنها شاید نافهمه باشد، چون اونها اکثر حیات سیاسی خودشون رو با همین نامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در قالب حزب گذراندن و شاید یک مقدار عادت کردن، یک مقدار اونس گرفتن
و برایشان حزم این مسئله شاید یک کمتر سنگین باشد. اما برای کسانی که هم سیاست رو خوب میفهمند، هم تاریخ نهضت رو خوب میدونند و هم سیاست های نهضت رو درک کردن و از همه مهمش مکانیزمی قبول قرارهای این گونه رو در داخل نهضت خوب میدونند، برای اونها اصلا جای سوال نیست و اگر سوالی هم هست این طبیعی هست، اون در همون جای لازمی، در وقت لازمی، در شکل لازم مطرح می شود و جواب خود رو پیدا میکند. بنابر همین من در اینجا یعنی این ضرورت بود، واقعا یک ضرورت بسیار مهم بود. اگر لازم باشد من درباره ضرورت هایش هم باز خلاصتا چیز بگم، وگرنه در همون بیانیه ضرورت های اصلی همش واضح روشن گفته شده است. بله، خوب میشد اگر مختصر درباره ضرورت و هدف چه است که این تغییر شد، این حالا دیگر قرار قبول کرده شد به خاطر چی؟ درباره هدف گفتم که هدف یعنی همیشه پویا بودن، هم قدم و مطابق با زمان و مکان بودن است. اما ضرورتش در چی بود؟ ببینید، ما حزب سیاسی در کدام شرایط فعالیت میکند؟ وقتی که شما در داخل یک کشور هستید، در مطابق با قانونهای اون کشور عمل میکنید، در انتخابات شرکت میکنید، رقابت سیاسی میبرید، مبارزه سیاسی میبرید و یعنی نامزد پیشنهاد میکنید، حالا پیروز میشوید نمیشوید این مسئله دیگر است. اما نهضت اسلامی تاجیکستان از وقتی که در داخل کشور از سالهای 90 با قید رسمی گرفته شده همچون حزب و امکانیتی شرکت در انتخابات پیدا کرد و همچون یک سازمان سیاسی این کار انجام داد. یعنی از روز اول نهضت همچون یک حرکت یا همچون یک نهضت اسلامی روی صحنه آمد، نه همچون یک حزب سیاسی و بیشتر با کارهای فرهنگی، روشنگرایی، کارهای تعلیمی و معنوی مشغول بود. وقتی که شرایط پیش آمد، شرایط فراهم شد، با قالب حزب سیاسی وارد شد تا اینکه یک کمی در صحنه سیاست فعالیت ها طبق قانون داشته باشد. اما هر باره که من مثال آوردم که در وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را حکومت در سالهای 90 ممنوع اعلان کرد، خود نهضت هم فهمید که در وقتی در هجرت افغانستان بودیم، در افغانستان همچون حزب سیاسی چگونه فعالیت میکند؟ نه در انتخابات افغانستان شرکت میکند، نه در انتخابات تاجیکستان، و قالب فعالیت سیاسی را از حزب تبدیل دادن به استادان به حرکت یا به نهضت اسلامی تاجیکستان، برای آنکه دیگر قالب حزب در اون شرایط تنگی میکند و هدف وسیع‌تر است، بزرگتر است. و بنابر همین وقتی که ما به تاجیکستان برگشتیم، باز شرایط قانونا عمل کردن با وجود آمد، ما در انتخابات شرکت کردن میخواستیم، باز برگشتیم به قالب حزب. اما الان وقتی که هم حزب را در داخل کشور ممنوع اعلان کردن، هم ما از کشور خارج هستیم، در کشورهایی که مهاجر هستیم در اروپا، ما در انتخابات اینجا همچنین حزب سیاسی نه شرکت کردنی هستیم و نه حق شرکت کردن داریم. در تاجیکستان هم شرکت کردن نمیتونیم. پس این قالب نسبتاً تنگ حزبی به درد نهضت آیا در این شرایط امروزه و آینده میخورد یا نه؟ البته که نه. و همونطور که در مقاومت اول ما یک قالب وسیع‌تر رو انتخاب کردیم، قالب نهضت اسلامی تاجیکستان رو در شکل حرکت، نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر تصمیم گرفت که در این مرحله امروزه و آینده با نظر داشت وظیفه ها و اهداف نهضت اسلامی تاجیکستان ما باید از قالب نسبتاً تنگ حزبیت بیرون براییم، مثل آنکه نهضت یک نفس تازه میکشد، یک خود را از اون قفس یا قالب تنگ حزبیت که در تاجیکستان ضرور بود اما در هجرت دیگر ضروری است آزاد میکند و در قالب حزب حرکت یا نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت میکند. چرا؟ هدف چی است؟ هدف یکمش گفتم که یک کمی بازتر کردن و سبکتر کردن فعالیت از اون قالب تنگتر رهانیدن نهضت اسلامی تاجیکستان. دوم، وظیفه و هدفهایی که در نزد نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله آینده ایستاده است دیگر با اون قالب نسبتاً محدود حزبیت نمی گنجد و نهضت اسلامی تاجیکستان در ریاست، در گروه کاری
با نظرداشت این اهداف و رسالت مسئولیت‌هایی که در آینده نزدیک در بر عهده نهضت اسلامی تاجیکستان هست و باید این کارها را انجام بدهد، یک قالب یا یک شکلی مناسبتر را برای اون هدفها انتخاب کرد. شما یک وقت می شود که برای مثال مناسب به باد و هوا یک لباس می پوشید، یک حالا تنکتر یا قفستر، اما باز در یک موسم دیگر، در یک شرایط دیگر حتما اون را تغییر خواهد داد، چون اون دیگر برای شما تنگی میکند و یا از حد زیاد گرم است یا از حد زیاد سرد است. و این مسائل رو باید خیلی ساده فهمید. ما نباید از این مسائل هایی که تصمیم یک حرکت سیاسی، یک حرکت مردمی برای معین کردن یا انتخاب این یا آن شکل یا قالب وابسته به شرایط زمانی و مکانی، این را نباید تبدیل به یک مسئله بسیار هم استراتژی مهم تبدیل داد، بلکه مثل همیشه در تاریخ نهضت این تغییرات ها بودن، هستند و در آینده هم باز احتمال زیاد است که این شود، چون ما وقتی که برگشتیم به تاجیکستان حتما باز ساختار و شکل را مناسب به شرایط سیاسی، حقوقی و جمعیتی تاجیکستان باز انتخاب میکنیم که نهضت در کدام قالب و در کدام شکل در تاجیکستان فعالیت کند. فعلا در این مرحله، در این شرایط، ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان به خلاصه آمد که این تغییرات رو انجام بدهد. خیلی خوب، خیلی روشن شد استاد. تنها سوال به ذهن من آمد که چرا بعد از 10 سال هجرت؟ چون که از تاریخ گذشته میبینیم وقتی که هجرت اول شد به افغانستان هجرت کرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به طور اتوماتیکی همین چیز تبدیل یافت. حزب را فعالیتش را قطع کردن، حرکت را آغاز کردن، بعد به اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک وارد شدن، خود از مرحله دیگر آغاز شد. اما حالا که این چیزی که گفته استاد در دوران منطق و تصور اگر گیریم، اگر چرا 10 سال لازم شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این قرار آمده رسد؟ بسیار سوال خوب است سلیم جان. اصلا این فکر، این پیشنهاد همون 10 سال پیش بعد از هجرت پیش آمده بود، اما شخصا خودی من بر اون وقت مخالف بودم. چرا؟ با دو دلیل. یکی اینکه ما تازه هجرت کرده بودیم و تقریبا هیچ کدامی از ما هنوز مقام یا استاتوس پناهنده سیاسی رو دریافت نکرده بودیم، همچون رهبریت، فعالان، اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، جانبداران حزب، و ما با همین همچون اعضایان ریاست، فعالان حزب، جانبداران حزب هجرت کرده بودیم و فکر این بود که مبادا در هجرت وقتی که سندها پیشنهاد میشد برای دریافت مقام پناهندگی مشکلات حقوقی به میان نیاید، پیش نیاید. بگن که خب وقتی که ما تقریبا هزارها نامه به مقامات کشورهای اروپایی، امریکایی و گوشه و کنار دنیا از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامه پیشنهاد کردیم به این یان افرادی که میخواستن مقام پناهندگی را دریافت کنند، برای فعالان خودمان، جانبداران، اعضا، رهبریت و غیره. در اونجا نیاز با اون بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز فعالیت کرده ایستاده باشد با همین نام، و تا اینکه این کازوس یا تضاد و تناقضات حقوقی پیش نیاید، چون خیلی ریسک بود که مقامات مهاجرت این کشورها میتوانند همین مسائل را بهانه کنند. امروز این دلیل تقریبا 99% از بین رفته است. چرا؟ برای آنکه همه کسانی که از در این 10 سال امکان هجرت داشتند یا خواهش هجرت داشتند میتوانستند هجرت کردند و تقریبا دیگر در این سالهای اخیر ما به ندرت 1 تا یا 2 نفر داریم که هنوز هم این روند ادامه دارد و به کشورهای اروپایی یا به هر کشور دیگر مهاجرت میکنند و همچون پناهنده خود را میسپارند. دیگر تقریبا این مسیر تمام شد. مسئله دیگر یا دلیل دیگر این بود که ما از روز اول نیت داشتیم که به دادگاه بین المللی برای اون جنایت هایی که نسبت ملت تاجیک، نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب و حرکت و سازمان های ملی تاجیکی
از طرف حکومت رخ داد، یک شکایت در دادگاه بین المللی بریم و این بسیار مهم بود که این شکایت به طور رسمی از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شود و در اون مرحله که این شکایت پیشنهاد می شود، امضا می شود، باید که همون نام و همون ساختار حفظ شود و با این دو دلیل ما این کلمه رو حذف نکردیم، اگرچه همون وقت این ضرورت پیش آمده بود و ما میدونستیم که دیگر در شرایط اروپا ما نه در انتخابات های کشور همچنین یک حزب سیاسی شرکت کرده میتونیم و نه در انتخابات های کشورهای اروپایی، ولی چون این ضرورت ها بود ما این رو به تأخیر انداختیم و حالا که این ضرورت ها از بین رفت، نهضت اسلامی تاجیکستان نیاز به این گونه تغییرات ها دارد برای آنکه یک نفسی تازه بکشد و اگر این شرایط 5 سال پیش به دست می آمد ما 5 سال پیش این تصمیم رو می گرفتیم، یا اگر همین شرایط باز 2-3 سال دیگر دوام میکرد نیاز باقی میموند ما شاید 2-3 سال بعد این تصمیم رو می گرفتیم، اما دیگر نیاز و ضرورت برای حفظ کلمه حزب نمانده است، ما اصلا ضرورت رو نمی بینیم دیگر و برعکس ضرورت برای گرفتنش پیدا شده است که دیگر نهضت در شکل یا قالب یک حرکت عمل کند، این تصمیم گرفته شد. خیلی خوب. پس استاد فرق مناسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان چقدر که در بیانیه آمده است نسبت به مفهوم های مثل ملت، دولت و دین در چه حد فرق میکنند؟ و باز اجازت در دوام این سوال یک سوال کوتاه دیگر می‌دارم. صداتون کمی قطع شد، یک بار دیگر سوالتون تکرار کنید، یک کمی قطع شد. من گفتنیم که فرق اولو در از روی بیانیه میگیرم. من در بیانیه آمده است که مناسبت با مفهوم‌های مثل دین، دولت و ملت یعنی مثل که تغییر یافته است. حالا من میخوام فهمم که فرق مناسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این مفهوم ها و نهضت اسلامی تاجیکستان با این مفهوم ها چی است؟ یعنی فرق مناسبت هاشون در چی است؟ ببینید، یک رسالت یک حزب سیاسی، این رسالت اولش البته مسئولیت ها رسالت های گوناگون دارد، اما رسالت اول یک حزب سیاسی هم طبق قانون احزاب جمهوری تاجیکستان و هم طبق فلسفه یک حزب سیاسی این رقابت سیاسی است، مبارزه سیاسی برای رسیدن به قدرت. و وظیفه یک حزب سیاسی کلاسیکی در شرایط بسیار حزبی نه دولت سازی است، نه ملت سازی است، نه جامعه سازی. اونا نیازهای دیگر هستند که او را شکل میدن، با وجود میارند. اما حزب سیاسی باید برای رقابت وارد رقابت سیاسی می شود، پیروز می شود، می بازد، باز از نو شرکت میکند و مناسبتش با دین، با ملت، با دولت، با جامعه را در چارچوب منطق و فلسفه رقابت سیاسی میبیند. این تنها به یک حزب نهضت ربط نداشت، این به همه احزاب سیاسی ربط دارد. اما فرق حرکت از حزب سیاسی در این مسئله این است که مسئله را وسیع‌تر می‌بیند. رسالت یک حرکت مردمی، یک حرکت ملی، این جامعه سازی است، حتی شرکت در دولت سازی است، در ملت سازی است و در مسئله های هست که فراتر از حزب سیاسی است. و بنابر همین اول ما وقتی که میگیم که فرق یک حزب از حرکت در چی است، چرا دیگر نام یا کلمه حزب برای مسئولیت های من بعده نهضت اسلامی تاجیکستان چندان سازگار نیست؟ به خاطر آن است که نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله آینده باید دیگر در فکر ساختن یک جامعه جدید باشد، در فکر تولید اندیشه ملی جدید باشد. چرا ما به این نتیجه رسیدیم؟ اول اینکه خود نهضت اسلامی تاجیکستان از روز اولش در قالب حرکت فعالیت کرده است، نه در قالب حزب سیاسی، و شاید از همه ثمره‌ناک‌ترین مرحله فعالیتش که نتیجه داد و تا این روز ما نتیجه آن را احساس میکنیم بر پایه همون ایستاده است، در همون مرحله بود که در قالب حرکت فعالیت کرده است، نه در قالب حزب سیاسی. از روزی که ما با تقاضای زمان وارد مرحله سیاسی و در قالب حزب سیاسی فعالیت کردیم،
دستاوردهای خوب داشتیم، پیشروی خوب شد، در این هم جزء تاریخ ما هست، اما اون همیشه همراه با کشمکش‌های سیاسی و با رقابت‌های سیاسی اینا بود. دیگر نهضت اسلامی تاجیکستان نه امکان، نه توان، نه وقت و شرایطی تولید اندیشه داشت، شرکت در ساختن ملت و دولت و جامعه داشت، بلکه همه فعالیت‌ها دیگر ربط می‌گیرد به رقابت‌های سیاسی. بنابر همین ما وقتی که به قالب یا به شکل حرکت مردمی برمیگردیم، دیگر دست ما بازتر است، وسیع‌تر است، امکانات بیشتر پیدا میشه تا اینکه در مسائل کلیدی ملت تاجیک مثل دولت، دین، سیاست، ملت سازی، اینها بیشتر فکر کنیم، بیشتر کارهای فکری را انجام بدهیم و این موضوع ها را، این مسئله ها را که خیلی مسئله های مهمند و ارزش بسیار مهم دارند از بیرون کنیم. چون خیلی حیف است که مسئله های بسیار مهم مثل دولت، ملت، دین، جامعه سازی اینا قربانی رقابت های سیاسی شود. چون وقتی که شما همچون حزب سیاسی یک مسئله را مطرح میکنید، طرف دیگر، گروه های دیگر در چهره شما رقیب سیاسی را میبینند و تمام مسائل های پیشنهاد کرده و فکر اندیشه شما را همچون فکر رقیب قبول میکنند. اما وقتی شما در قالب یک حرکت مردمی بدون وارد شدن به میدان رقابت سیاسی حداقل مستقیم، ولی من نمیگم که در فعالیت حرکت نهضت یا حرکت های سیاسی اصلا سیاست وجود ندارد یا رقابت وجود ندارد، نه این هست، اما مسئله رنگ دیگر میگیرد، کمی وسیع‌تر است. من فکر میکنم که اینجا دیگر برای ما در آینده شرایط و امکانات بهتر و بیشتر در مسئله های دولت سازی، ملت سازی و مناسبت دین و سیاست پیدا خواهد شد که ما رو از قالب رقابت به قالب همکاری و مشارکت بین تمام نیروهای جمعیتی، نیروهای سیاسی و قشرهای گوناگون جامعه این امکانیت رو در امیدواریم و فکر میکنیم که در اختیار خواهیم داشت. خب سوال این است که استاد در تاجیکستان یک عباره را استفاده می‌بردند نسبت به نهضت اسلامی تاجیکستان، به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته میگفتند. در سرقانون هم بود، به فکر ماده 28 خطا نکنم. و یک مفهوم دیگر است در سیاست حاضره، اسلامی سیاسی، دویم مفهوم. و سوم مفهوم این است که حزب‌های ایدئولوژی. در جای در یک صحبت گفته بودید که حزب‌های ایدئولوژی باید که یک تغییرات در خود داشته باشند. حالا میخواستم فهمم که نظر شما و نظر نهضت اسلامی تاجیکستان به همین سه مفهوم چی است؟ یعنی همین مفهوم رو کمتر شرطید از نگاه سازمانی که بسیار شما راهبری میکنید. ببینید، من اصلا در همین عباره اسلام سیاسی رو من از اول مخالف بودم، هنوزم اون رو قبول ندارم، اگرچه این اصطلاح در علم جامعه شناسی و سیاست شناسی الکی قبول شده است، جا افتاده است، ولی اون به طبیعت دین مبین اسلام سازگار نیست. چون ما نداریم اسلام سیاسی، اسلام اقتصادی، اسلام فرهنگی. اسلام یک اسلام است. ما داریم برای مثال فعالان اقتصادی در اسلام، یا که اقتصاددان های مسلمان، داریم سیاستمداران مسلمان، داریم فعالان سیاسی اسلامی. اما این که اسلام چند تقسیم شود، یکی اسلامی سیاسی، یکی اسلامی غیر سیاسی، یکی اسلامی حالا اقتصادی، اسلامی ورزشی، این یک اصطلاح بسیار هم ساخته هست برای جدا کردن فعالان سیاسی مسلمان از بدنه جامعه مسلمانی، امت اسلامی یا از بدنه جامعه. ولی خب دیگر این واژه، این عباره قبول شده است. من ببینید، اصلا کی گفته است که خود اسلام سیاسی اگر حالا همچین یک واژه کاری اون را قبول کنیم یک چیزی منفی باشد؟ نه، اون انسان ها میتوانند در اون مفهوم منفی را جا کنند یا مثبت را، یا یک فعالیت منفی انجام دهند یا یک فعالیت مثبت. من فکر میکنم که در تاجیکستان ما اصلا اسلام سیاسی به معنای آن که در دیگر کشورها هست، یعنی اسلام یا سیاست اسلامی حاکمیت کرده باشد، وجود نداشت و ندارد امروز هم.
و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان هیچگاه در نزد خود وظیفه یا رسالت به تنهایی حکومت کردن رو نگذاشته است. ما همیشه میگفتیم که بهترین راه و حکومتداری در تاجیکستان این با راه مشارکت است، با راه همکاری است، با راه ائتلافی است. مثلا چند حزب سیاسی که از روی پلتفرم و برنامه با هم نزدیکن میتوانند حکومت تشکیل کنند و یک جایه کشور رو مدیریت کنند. اگر یک حزب فرق ندارد حزب نهضت است یا حزب کمونیست یا حزب خلق دموکراتی به تنهایی حکومت تشکیل کند و حاکمیت براند، همون تجربه تلخی حکومت شوروی می شود یا دیگر حکومت های دیکتاتوری. اما مسئله احزاب ایدئولوژی که فرق میکند، چون این دیگر به اسلام ربط ندارد. با مثلا حزب کمونیست هم حزب ایدئولوژی است، احزاب دینی هم احزاب ایدئولوژی هستند، حتی احزاب ملتگرایی هم احزاب ایدئولوژی هستند، چون در زمینه یک ایدئولوژی مشخص شکل میگیرند. احزاب ایدئولوژی در بعضی حالتها بسیار کارسازند، بسیار میتوانند موفق عمل کنند، بخصوص در حالتهای بحرانی، در حالتهای جنگ، در حالتهای انقلابی. برای یک تغییرات‌های بسیار کلیدی و سریع احزاب یا گروه‌های ایدئولوژی بسیار موفق‌تر عمل میکنند و خوبتر عمل میکنند. انقلاب بلشویکی در روسیه هم این نتیجه یا ثمره فعالیت حزب ایدئولوژی مثل حزب کمونیست بود، یا بسیار از گروه‌های دیگری ایدئولوژی در یک حالت بحرانی انقلابی، در حالت جنگ مردم را بهتر بسیج میکنند، مدیریت میکنند و یک نتیجه میرسند. اما پهلوی منفی یا یک کمی حالا چی بگم ضعف احزاب یا گروه‌های ایدئولوژی این است که در حالت‌های معتدل و آرام، وقتی که نه جنگ است، نه انقلاب است، نه بحران است، احزاب ایدئولوژی خودشان قربانی همون ایدئولوژی یا اون قالب‌های فکری میشوند که در اول، در سالهای اول، سالهای انقلاب، سالهای جنگ، سالهای تأسیس اون رو شکل داده بودند. و چرا؟ برای آنکه اونها چون حزب ایدئولوژی اند و ایدئولوژی را نمیشود هر روز تغییر داد، نمیشود هر روز اصلاح کرد. ایدئولوژی بیشتر جنبه دگماتیکی دارد، جنبه یک مقدار قدسیت دارد، مقدس است و کاری ساده و آسان نیست مثل احزاب منفیت محور هر روز نام را تغییر داد، نمیدونم هدف را تغییر داد، ارزش ها را تغییر داد، مهم که در قدرت باقی بمانی. نه، در احزاب ایدئولوژی این کار خیلی مسئله دشوار است، پیچیده است، چون نه تنها نام بلکه ارزش ها و هدف ها جنبه قدسیت دارند، مقدس حساب میشوند و حتی آهسته آهسته با گذشت زمان حتی نام و ساختار هم یک مقدار تبدیل به اشیاء مقدس میشوند که البته درست نیست، اما در طبیعت انسان همین گونه است. برای همین ببینید که کلمه حزب رو، حتی که اصلا کلمه حزب در اسلام هیچ ارزش قدسی و معنی و باری مثبت و منفی ندارد. در قرآن مجید کلمه حزب هم به معنای مثبت استفاده شده است، هم به معنای منفی. ما هم داریم، هم حزب الله رو داریم، هم حزب شیطان رو داریم. اتفاقا در قرآن مجید کلمه حزب، حتی یک سوره با نام احزاب داریم، بیشتر تابش منفی دارد از آن که مثبت باشد. اما ببینید وقتی که انسان عادت میکند، حتی همین یک کلمه بسیار هم معتدلی بی‌طرفانه را هم تغییر دادن برای خیلی ها سنگینی میکشد، چی رسد به تغییر در برنامه و در اهداف و در ارزش ها. بنابراین همین احزاب ایدئولوژی نقطه ضعفشون این است که در حالتهای آرامیش با گذشتن یک مدت، یک زمان که همه حزب و حرکت، همه جامعه باید دست به اصلاح بزند، چون اگر اصلاحات وارد نکند گندیده می شود، پوسیده می شود، ضعیف می شود. احزاب ایدئولوژی این قدرت و توانی وارد کردن اصلاحات در داخل خود را ندارند. چرا؟ می ترسند که مبادا دست به عقیده نزنند، مبادا دست به مقدسات نزنند، مبادا به خاطر اصلاحات یک ارزش بسیار مهمی اعتقادی را عوض نکنند. اما در این مسئله احزاب منفیت محور غیر ایدئولوژی خیلی راحت‌تر عمل میکنند و اونها موفق‌ترند، بخصوص در حالت‌های آرامش، در حالت‌های ثبات و پیشرفت. اما در حالت‌های بحرانی
این گونه احزاب چندان کارشایان نیستند، برعکس احزاب ایدئولوژی و ارزش محور بیشتر به درد میخورند. پس نهضت اسلامی تاجیکستان امروز تکیه به ایدئولوژی دارد یا با دنبال یگان منفعت‌های ملی میرد؟ ببینید وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان از قالب حزبیت بیرون می رود، دیگر 100% تکیه به دو ایدئولوژی میکنند، ایدئولوژی دینی و ملی. یعنی دیگر منفعت‌های سیاسی، رقابت‌های سیاسی حرف اول رو نخواهند زد، بلکه بیشتر ارزش‌ها، منفعت‌های جامعه که جامعه مسلمان است، اکثریت تاجیک هستند، این دو ارزش و این دو ایدئولوژی اینا نقش مهمتر رو در آینده نهضت اسلامی تاجیکستان خواهند بازید. خیلی خوب. مقصد از سوال من درباره همین ایدئولوژی، حزب‌های ایدئولوژی همین بود که اساسش آینده همین نهضت اسلامی تاجیکستان را فهمیم که با کدام طرف تکیه میکنه، دنبال کدام منفعت میگه. خیلی خوب است. استاد برگردیم به همین اصلاحاتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گذرانیده ایستاده است. چند وقت پیشتر 2 نفر از برادران ما، 2 نفر از راهبران ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که همین ما میشناسیم، برادر اکای بابا جان و اکای محمود جان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ترک کرده بودند و در همون یک گزارشی که داده بود، بیانیه‌ای که داده بودند، در آنجا یک عباره هست میگه که بنبست اسلام سیاسی به بنبست میبرد. حاضر از روی معلومات هایی که مردم هم آگاه شدیم، این دو برادران اعضای همون گروه کاری بودند که باید که همین اصلاحات را پیاده میکرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این 2 نفر اعضای همون گروه کاری بودند. اما این از روی معلوماتی که داشته گیریم، اینها کار را تمام نکرده رفتن و یک اظهارات دادن که حزب اسلامی سیاسی به بنبست میبرد. این یک و دومش ترکیم. من اینجا حیرانم که اینها شاید از اصلاحات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر که امیدوار بودن و دیدن که اصلاحات تاب دلشان نیست، بدتر کردن. مشکل در چی است اینجا؟ مشکل اندیشه ها است، نظرها است، یا مشکلات در دیگر جا بود؟ ببینید رفتن انیخترش تصمیم این دو برادر هیچ ربطی به این اصلاحات به این گروه کاری ندارد. اونها در یک بیانیه کوتاه خودشون خیلی شفاف و آشکار گفتن که اونها مشکلی نه با حزب دارن، نه با اصلاحات دارن، نه با اصلا فرق نمیکرد که نام حزب باقی میماند دم اونها تصمیم را گرفته بودن یا نام حزب را هم میگرفتیم اونها تصمیم را گرفته بودن. خودشون گفتن که این تصمیم را سالها پیش گرفته بودن، شاید منتظر همون یک فرصت یا لحظه‌ای برای خودشون مناسب بودن که اون روز فرا رسید و این اعلان را کردن. و اون برادران خودشون گفتن که اونا مشکلشون با فعالیت سیاسی اسلامی هست، یعنی با اسلامی سیاسی هست، نه با برادران خواهرانی در حزب بودن، نه با اصلاحات، نه با کدام فردی. و کاملا رفتن اونها از رفتن بعضی دیگرها فرق میکند، چون این رفتن تا جای میشه گفت محترمانه جدی هست، نه یک رفتار بسیار طفلانه که آدم مثل از کسی ناراحت شده رفتن، نه با اهداف، نه با سیاست های کلان استراتژی، بلکه از یک شخصیت ناراحت میشود و اعلان میکند که من رفتم، که البته این جدیت مسئله رو خیلی پایان میبرد. بنابر همین اگر ما چی اصلاحات میکردیم نمیکردیم، این دوستان تصمیم خود را گرفتن و حالا هم اینم جزء همون شناخته که من قبلا گفتم که در اطراف کلمه یا واژه اسلام سیاسی میچرخد. من باز تکرار میکنم، از اول هم من موافق به این نبودم که در تاجیکستان اسلامی سیاسی وجود دارد یا نهضت اسلامی تاجیکستان جزء همون اسلامی سیاسی است، اگرچه خیلی ها تلاش میکردن که نهضت رو هم جزء اون منظومه جهانی اسلامی سیاسی کنن. حالا ما دیگر به اینش کار نداره، اما حداقل از این به بعد از اون که ما از قالب حزب سیاسی نهضت دست کشید و رفت به سمت یک حرکت مردمی، دیگر در تاجیکستان اصلا دیگر اسلامی سیاسی
با اون معنایی که در دیگر کشورها پذیرفته شده است دیگر وجود ندارد. یک اسلامی یگانه هست، اسلامی مردمی هست، اسلامی که هست که ما همچون دین اکثریت اهالی آن را قبول داریم. بله بعضی افراد مسلمانان در سیاست فعالند، مثلا میتونن عضو کدام حزب سیاسی باشند، در یک سازمان جمعیتی باشند. بعضی از مسلمان ها در فعالیت های تجارتی و اقتصادی بیشتر رغبت دارند و فعال هستند، بعضی ها در ورزش، در فرهنگ، در کارهای اجتماعی. این به معنی آن ندارد که اسلام پراکنده شده است یا پراکنده است. بعضی ها میخوان بین اسلام مادر اصلی و اسلام سیاسی یا دیگر فعالیت های اسلامی جدایی اندازن که اصلا امکان پذیر نیست، بلکه این انسان ها هستند که دست بین آن فعالیت میزنن، از آن جمله انسان هایی که مسلمان هستند. بنابر همین رفتن این دو برادر هیچ ربط به این اصلاحات و به نام و به شخصیت ها ندارد. اونا انتخابی استراتژی و فکری خود را کردن و من فکر میکنم که یک امر طبیعی هست. باز اگر یک روز به این نتیجه رسیدن که برگردند به فعالیت سیاسی، چی در همکاری با برادران و خواهران خودشون در پیمان ملی یا در شکل دیگر یا در یک سازمان، در یک حرکت دیگر، این دیگر برمیگردد به تصمیم اون دو برادر. خیلی خوب، سلامت باشید استاد. حالا چهل که در شبکه ها مشاهده میکنن، شاید شما هم آگاه باشید، در آنجا دیده میشد که نه همه اعضایان حزب نسلی اسلامی تاجیکستان مقصد این اصلاحات را درک کرده باشند آنچنانی که خودی همین حزب یا سازمان قرار داده است. و در بین افراد ما میتوانیم افرادهای خیلی خدمت کرده حزب نسلی اسلامی تاجیکستان را هم بینیم. یکی از دعواهایی که این عزیزان میکنند این است که ریاست عالی حزب نسلی اسلامی تاجیکستان، یعنی از به خودش وکالت‌های انجمن را گرفته این کار را کرده است که این درست نیست. یعنی تغییر دادن در هدف یا که تغییر دادن در آیین‌نامه، تغییرات وارد کردن در نام، این مسئولیت انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. اما حالا این وقت ریاست عالی این کار را کرده است، این بیرون رفته از وکالت‌های خود می‌سازد. همین موضوع رو کمتر شرح می‌داد استاد که این خیلی در شبکه‌ها در همین باره خیلی گپ‌ها رفته است. من قسماً به این سوال در صحبت قبلی هم جواب گفتم، ولی من انتظار نداشتم که شما این سوال رو مطرح میکنید به این شکل. ببینید، بازم تکرار میکنم که کسانی که نهضت رو خوب میشناسند، تاریخ نهضت رو میدونن و در نهضت سالهای اخیر نیستن، بلکه یعنی منظورم در این سالهای بعد از جنگ و مصالحه و هجرت بعدی نیو، نهضت رو از مرحله‌های قبلی میدونن که نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که به هجرت اول روبرو شد، تا اون وقت آیین‌نامه داشتیم، حزب فعالیت میکرد، اما در افغانستان ریاستی در افغانستان بوده، قرار قبول کرد بدون کدام انجمن و به خلاصه آمد که حالا همون ریاستی که در افغانستان وجود دارد، حتی ما مثلا یک قسمی در مسکو در شوروی قرار داشتیم، دیگر شرکت کرده نمیتونستیم، وقت آنلاین نبود، اینترنت نبود که ما حداقل آنلاینی شرکت کنیم. همون کسانی که در افغانستان بودن ریاست برگزار کردن، شورای جهادی تشکیل کردن و فعالیت آیین‌نامه را که در تاجیکستان عمل میکرد یعنی که اون را متوقف کردن، خود حزب را متوقف کردن. نه در ذهن یک اعضای حزب، رهبریت حزب، یک جوان سابقه دار یگان نفر این فکر خطور نکرد، با وجود نآمد که آیا استادان و کسانی که در افغانستان رفتن، هجرت کردن، یک گروه در اونجا تصمیم گرفتن، آیا حق داشتن که به نمایندگی از انجمن یا از همه اعضای حزب آیین‌نامه را تعطیل کنن، فعالیتش را، نام حزب را تغییر دهند، حتی خودی فعالیت حزب را تعطیل کنن؟ چرا چنین سوال‌ها با وجود نآمد، چنین فکرها با وجود نآمد؟ چون که مردمی آگاه بودن، مردمی بیدار، مردمی که واقعیت‌ها را دیده عمل می‌کردن. اما من پیشتر هم گفتم بعضی کسانی که یا تاریخ نهضت رو خوب نمیدونن یا اینکه طرز تصمیم گیری نهضت رو نمیدونن یا حتی از همون قرارهایی که بعد از هجرت
11 سال پیش در اولین ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قراری رسمی قبول شد که فعالیت آیین‌نامه دیگر در بیرون از وطن عملی نمی شود، برای آنکه اون آیین‌نامه در وزارت عدلیه ثبت نام شده است. تمام فعالیتش باید در چارچوب قانون‌های عمل کننده تاجیکستان باشد. ما چگونه از روی آیین‌نامه امروز فعالیت کرده می توانیم که ما طبق اون آیین‌نامه باید که در تمام اکثریت شهر و ناحیه‌های تاجیکستان نمایندگی رسمی داشته باشیم. ما باید به وزارت عدلیه گزارش بدیم، در نشریه‌ها گزارش‌های مالی و فعالیت داشته باشیم و چندین طلبات‌های دیگر است که هم قانون احزاب از ما طلب می‌کرد و هم آیین‌نامه‌ای که در وزارت عدلیه ثبت نام کرده بودیم. امروز نه ما ثبت رسمی داریم، نه اون آیین‌نامه عمل می‌کند. خود آیین‌نامه رو وزارت عدلیه فعالیتش رو منع کرده است. ما اگر از روی آیین‌نامه اگر حاضر فعالیت کنیم، ما چگونه نمایندگی‌های حزب رو در کشورهای شهر و ناحیه‌های تاجیکستان راه اندازی میکنیم؟ بعد اونها باید وکیل انتخاب کنن، وکیل‌های انجمن در کنفرانس‌های ولایتی و ناحیوی انتخاب میشود. یعنی ما دیده و دانسته خودمون را وارد یک مرحله بسیار پیچیده و عملی نشونده سیاسی و حقوقی میکنیم که یگان حزب سیاسی، یگان تشکیلات در شرایط هجرت این کار را نه میخواهد کردن و نه کرده میتواند. و بنابر همین نهضت اسلامی تاجیکستان با اون تجربه و با اون سابقه که دارد، این بار اول نیست، تصمیم گرفت که تمام صلاحیت‌های انجمن برای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داده می شود و هر قراری که ریاست قبول کرد همون حکمی انجمن رو دارد و ما مثلا رهبر حزب طبق اون آیین‌نامه و معاون‌ها و خود ریاست عالی در انجمن باید انتخاب میشد. ولی ما 10-11 سال شد که هم رئیس حزب، معاون‌ها، کمیسیون تفتیشات، اعضای ریاست عالی رو در ریاست عالی انتخاب میکنیم. این تغییرات علاوه همش در ریاست عالی میشود. چرا در همه این مرحله بار سوال با وجود نآمد؟ کسی مسئله رو مطرح نکرد. امروز فقط برای یک کلمه حزب رو گرفتن این مسئله مطرح شد. من فکر میکنم که در اینجا هیچ مخالفت نه با آیین‌نامه هست، نه با قرارها هست، اصلا جای سوال نیست. اما چرا این گونه بحثو پیدا میشد؟ یک قسمش رو من گفتم که این از معلومات زیاد نداشتن از تجربه نهضت و از فعالیت‌های نهضت است. شاید بعضی برادران دیگر اصلا برای ما اونو فرق ندارد که ما کلمه حزب هم باقی باشد، همون انتقادا رو میکنن، همون منطقی صحبت رو دارن، کلمه حزب رو هم بگیرید همون رفتار رو خواهند کرد. ما اصلا اگر هر روز فعالیت هم کنیم باز همون انتقاد ها هست، اگر فعالیت هم نکنیم همون انتقاد ها هست. اون دوستان تصمیم گرفتن که حالا نهضت اسلامی تاجیکستان رو تنقید کنن، همه فعالیتش رو، همه تصمیم هایش رو، همه مسئولینش رو. و خب این انتخاب اونا است دیگر. میگن که شما شخصی خواب رو بیدار کرده میتوانید، اما شخصی را که خودش رو به خواب انداخته است او رو بیدار کرده نمیتونه، چون بیدار شدن نمیخواهد و وانمود میکند که خواب است هنوز. مثلا یک نفر اگر سوال داشته باشد او رو شرح میدید، میفهمونه، یک بحثای داخلی میشود. خب طرف یا میفهمد، اگر که نفهمید میگه رأی اکثریت باید مورد احترام باشد. اما وقتی که مثال در داخل حزب هستند، شرکت میکنند، از تمام این روند آگاه هستند، یک مراتبه هم سوال مطرح نمی شود، بعد در شبکه ها این سوال مطرح می شود. این دقیقاً همون تجربه که 1 سال پیش 2 سال پیش آغاز شده بود که مردم میان سوال هاشون رو در فیسبوک و در شبکه ها در اینترنت مطرح میکنن، با جای اینکه امکان دارد در داخل حزب و ساختارها این سوال ها رو مطرح کنن، این بحث ها رو کنن. اصلا ببینید اینترنت این دیگر یک حرفی نو نیست، این حرفی نیست که من گفته باشم. اینترنت تمام ارزش ها، مفاهیم، تمام قاعده های زندگی رو تغییر داد. بعضی قاعده ها رو برهم زد و بعضی قاعده های نو رو با وجود آورده است. ارزش ها تغییر کرده ایستادن. به خاطر این فعالیت های اینترنتی و در اینترنت فعال بودن و یک زندگی، یک واقعیت مجازی در اینترنت ساختن، خانواده ها از بین رفته ایستادن، حزب و سازمان ها از بین رفته ایستادن،
جامعه ها ورشکسته شده ایستادند، حیات شخصی انسان ها نابود شده ایستاده است و بعضی ها دیگر اون زندگی واقعی بدون اینترنت بدون شبکه ها دیگر برایشون جالب نیست. حتی این ما پیشتر میگفتیم که اینترنت به جوانان بیشتر تهدید دارد، یعنی جوانان، نسل جوان گرفتار اون زندگی مجازی می شود، از واقعیت ها دور می رود و این خیلی ضرر دارد. امروز می بینیم که جوان ها اگرچه با آنها هم ضرر دارد در مجموع، ولی زودتر و بیشتر مطابق می شدند با این فضای یک تناسب درست یافتن بین حیات واقعی و حیات مجازی. اما خیلی از کلانسال‌ها و خیلی از سیاستمداران کلانتر هم مثل ترامپ وقتی که گرفتار یک حیات مجازی می شود، دیگر از 24 ساعت فعالیت شاید نصفش در همون شبکه اجتماعی باشد. هر روز ترامپ 5-10 تا پست حالا در همون ترو سوشیال شبکه خودش می نویسد، در دیگر شبکه ها می نویسد. از حیات واقعی، از رهبریت کشوری ابرقدرت مثل امریکا دور شده است. همین است که در حیات واقعی در سمت اوکراین، روسیه، ایران، در تمام دنیا امریکا یک موقع ضعیف دارد، سیاستش ناکام است. چرا؟ برای که بجای حیات واقعی حیات مجازی را انتخاب کرده است. اما کسانی که در سیاست، در زندگی حیات واقعی را اولاتر میدانند از حیات مجازی، اونها نابسته از سن سالشون موفق ترن، به یک جای میرسن. من متاسفانه وقت اخیر احساس کرده ایستادم که حتی خیلی از فعالان خوبی ما هم، چه از نسل کلان، چه از نسل جوان، چه از نسل میانه، که واقعا انسان‌های خدمت کرده، انسان‌های خوب و دلسوز بودند و هستند هنوز، اما اونقدر گرفتار این حیات مجازی شدن، شبکه‌های اجتماعی شدن که برای هر روز اگر یک همون دوزه لازمی نوبتی لایک و تعریف و ماشاءالله و شیرینه رو اگر برای خود نگیرن، اونها دیگر برایشون گویا که یک چیز رو از دست داده باشند و تمام فعالیتشون دیگر همون شبکه‌های اجتماعی شده است. دیگر در جلسه ها حوصله شرکت کردن و بحث کردن و صحبت کردن رو ندارن. مثلا یک جلسه داخلی برایشون دیگر جالب نیست، اما یک پست اینترنتی برایش یا یک کامنت به مراتب از جلسه ریاست و از جلسه یک تشکیلات و از بحث‌های بین برادران جذابتر و مهمتر می نماید. خب دیگر این یک واقعیت هست. باید که این ترامپیزم رو و این رو دیروز در یکی از اینترویو هم گفتم که من خودم سیاست شناس هستم، در سیاست شناسی باید یک شاخه نو رو باید جاری کرد با نام ترامپولوژیا یا ترامپ شناسی. این یک پدیده است، دیگر با خود ترامپ شخصا ربط ندارد. این پدیده ترامپیزم دیگر در خیلی از افراد هست که اونا دیگر مثل ترامپ فکر میکنن، مثل ترامپ رفتار میکنن، بدون شبکه‌های اجتماعی دیگر از حیات واقعی دور رفتن و این رو باید، این همچنین یک آسیب باید دانست، شناخت و از پس علاج آن شد و نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله بعدی ما میخواهیم نمیخواهیم باید که نسبت این پدیده باید یک تصمیم جدی بگیریم و باید یک راهکارهای پیدا کنیم، وگرنه حیات واقعی، مبارزه واقعی در میدان رو که یک کاری خیلی هم 80-90% پنهانی و پس پرده است اون کنار میموند. تمام بحث و زندگی و فکرانی و کشمکش‌های ما در شبکه‌های اجتماعی و در فیسبوک برگزار می‌شود که نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ وجه باید وارد این فعالیت‌ها نشود. خیلی خوب استاد، آخرین سوال. در اکثر صحبت‌های چی داخلی باشد چی در همین مسابقه که هر دوم می‌کردیم میگفتید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید به همون سرچشمه فعالیت‌های خودش، یعنی اون فعالیت‌هایی که در ابتدا داشت، یعنی برگردد. اگر درست فهمیده باشم، وقتی که ما تاریخ رو می‌بینیم، تاریخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو می‌بینیم، در ابتدا همون مؤسسانش هدفشان یعنی تازه کردن اسلام از افراط و از این چیزهایی که بعداً وارد شده از اینا بود. یعنی تاجیکستان برای ملت تاجیک، برای تاجیکستان برای اسلام در این منطقه دادن یک نفس تازه بود. این یکم هدفشان و دومش هدف دومشان این استقلالیت ملی
اگرچه سال 73 باشد هم همون یک ارزش‌های ملی را آوردن برای این ملت. حالا صحبت‌های آخری استاد عبدالله نوری را تماشا کنیم، میگن درباره زبان و درباره دین و وقتی حرف میزنن واقعا یک حرفای میزنن که برای ملت، برای درد ملت دوا است. حالا اکنون سوال چنین است که چخیل که میگفتید حزب باید با همون فعالیت‌های ابتداییش برگردد، یعنی چی؟ یعنی شما حالا میدانید که با همون طلبات ها، با همون فعالیت ها ملت و عموما کشور نیاز دارن، یا اینکه کمی همین فعالیت های استقلال خواهی، فعالیت های حالا چی گوییم تازه کردن اسلام گوییم انا با عباره سوس شدن، یا اینکه هدف دیگر چیز است، یعنی مقصد از این عباره ها دیگر معنا است. و در دوام همین سوال هم این است که چون این آخران سوال گفتم، در مرحله بعدی نظر شما و نگاه شما به مبارزه چگونه است؟ به هم مبارزه سیاسی، مبارزه که از تمام قانون ها حق دارد مردم به مبارزه مسلحانه و مبارزه رسانه حقوقی، به همینا نظر شما، نظر اکنون دیگر همچون حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه است؟ مرحمت دوستان. ببینید، من بله در چندین صحبت ها گفتم که نهضت اسلامی تاجیکستان باید برگردد به همون فعالیت هایی که در اول آغاز کرده بود و به همین خاطر تأسیس داده شده بود، و یعنی در قالب یک حرکت مردمی، یک حرکت جمعیتی که بسیار پهلوهای گوناگون فعالیت رو دارد و سیاست هم جزء این فعالیت ها خواهد بود، نه اولویت، نه همه چیز. وقتی شما در قالب یک حزب سیاسی فعالیت میکنید، سیاست و حزبیت اولویت پیدا میکند، دیگر مسئله همه در تابع این هدف یا این برنامه خواهند شد. اما وقتی که شما فعالیت خود را از قالب حزبی و از قالب سیاسی بیرون میکنید، فعالیت سیاسی شما در قطار دیگر فعالیت‌های فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی، تعلیم و تربیت، اینا یکی از فعالیت‌ها میشود. این کاملا از بین نمیرود، اما با اون مثل پیشینه اولویت پیدا نمیکرد. نهضت در اول همین گونه بود و خیلی موفقیت هم به دست آورده بود. حالا شرایط تقریبا باز پیش اومد مثل همون سالهای اول. دیگر ما در حالت هجرت هستیم، امکانیت فعالیت همچون حزب سیاسی رو نداریم، نه در هجرت نه در وطن. مناسب ترین این است که برگردیم به همون قالب اول. حالا آیا واقعا هم برنامه ها و هدف ها همون مثل پیشینه باقی میموند؟ برای مثال اون وقت احیای ارزش های اسلامی، همون نهضت اسلامی که فکر اسلامی، ارزش های اسلامی، حتی در مسائل عبادتی ریشه‌کن کردن خرافات و بدعت هایی که در جامعه با نام اسلام بود در زمان شوروی، حتی قبل از زمان شوروی در زمان بخارا هم که بخارا دیگر در زیر اون حاکمیت منقیتیه در یک گوشه جهان اسلام افتاده بود، ما در خیلی از مسائل از جهان اسلام عقب ماندیم و فهمیش دینی، علم دینی رفت به سمت خرافات و بدعت و مسائل خیلی هم دیوم درجه که حتی در مدرسه های بخارای شریف دیگر درس تفسیر و درس حدیث اصلا وجود نداشت. حدی اکثرش فقه بود، ادبیات بود، حافظ، 4 کتاب، مسائل های خیلی جزئی. اما قرآن و سنت که اون اصل اسلام هستند دیگر از برنامه درسی غیب زده بود و این سیاست حکومت امپراتوری روسیه بود. بعدا حکومت شوروی این را ادامه داد و باز قوی تر کرد و اسلام را از لحاظ فرهنگی، از لحاظ هویتی، حتی از لحاظ عقیدتی و سنت ها در حاشیه برد، کاملا محدود کرد. نهضت اسلامی تاجیکستان این جسارت را داشت و این رسالت را به خود گرفت که این ارزش های والا و ناب اسلامی را در جامعه احیا کند، چون ضرورت بود. و حالا اگر این کار را نهضت نمیکرد دیگران انجام نمیدادند، دیگر کسی نبود در اون مرحله بغیر از چند تا از بزرگواران خیلی آگاه مثل مولوی هندوستانی، مثل اشانی تورجان، مثل دیگر شخصیت هایی که بودن در اون زمان، اما دانه دانه بودن، یک تا بودن. اما نهضت همچون یک نیروی مردمی
توانست اون تفکر رو احیا کند، به وجود بیارد. و امروز در تاجیکستان ما هزارها ختم کرده دانشگاه اسلامی داریم، هزارها ختم کرده خود مدرسه و دانشگاه اسلامی تاجیکستان داریم. ما شبکه‌های اینترنتی ماشاءالله فعال هستند. حتی از همین بیرون استاده بعض واعظان و بعض علما و بعض داملاها در مجموع کار را انجام داده ایستادند که از فعالیتی که نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای شوروی میکرد بدون اینترنت تقریبا همون کار را کرده ایستادند. و آیا نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که امروز در مرحله آینده برمیگردد به قالب حرکت، باز هم همون کارهای 30-40 سال 50 سال پیش خود را باید تکرار کند، یا کارهایی که امروز دیگر برادران و خواهرانی که خیلی فعالند، درس آموختند، برای همین فعالیت آماده شدن کار اینها را تکرار کند، یعنی یک کار موازی دوبلی رو کند به قول روسی، یا اینکه بیاید برای ملت سازی، برای جامعه سازی، برای شکل دادن یک دولت معاصر که در اون مسلمان ها اکثریت هستند در اون سهم بگیرد، در یک زینه بالاتر وارد میدان رقابت با علما و با واعظان و با کسانی که در دانشگاه ها مخصوص برای دعوت اسلامی تربیت شدند وارد رقابت با اینها نشود، وارد رقابت با احزاب سیاسی نشود، وارد رقابت با کدام قشر یا گروه جامعه حتی با یک دین دیگر نشود، بلکه بیاید با در مسئله های جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی با همکاری کند. اما در یک مسئله باید به شکل جدی فعالیت خود را ادامه بدهد. این مبارزه با ظلم، با ناعدالتی و با دیکتاتوره. اگر هر حزب و حرکت مردمی و جمعیتی بگوید که من فقط به کار دعوت و ملت سازی و دولت سازی و جامعه سازی مشغول میشوم، اما برای عدالت، برای حقیقت، برای رسیدن به یک جامعه که در آن کرامت انسانی حفظ می شود مبارزه نبرد، تلاش نکند، فرق ندارد. اون حرکت اسلامی است، حرکت ملی است، فرهنگی است، حرکت اقتصادی است، اون معنی ندارد. این اصلا حرکت ملی نیست. چون شما بروید در یک سمت معین محدود به بالاترین نقطه هم برسید، یک دیکتاتور دیوانه مزاج، دیوانه معاب میاد همه کار شما را خراب میکند. در مصر که 90 میلیون اهالی دارد، شما یگان ملت را در جهان اسلام برابر مصری ها که از لحاظ دینی، علم دینی، علم فقه، علم قرآن، علم حدیث، علم تکنولوژی، علم اقتصاد در جهان عرب، در جهان اسلام برابر مصری ها نداریم. ما واقعا یک ملت بسیار علم دوستن، پیشرفتن و حتی با یک راننده تاکسی شما اگر صحبت کنید مثل که با یک پروفسور صحبت کرده ایستاده باشید. اما وقتی که همین پتانسیل در دست یک دیکتاتور مثل عبدالفتاح سیسی می افتد، تمام این دستاوردهای دینی و فرهنگی و اقتصادی شما ناچیز می شود. باور کنید. بنابر همین اینا همه باید برابر باشند، با هم حرکت کنند. شما به همون مقدار که فعالیت دینی، فعالیت معنوی تربیوی میبرید، اگر بر ضد ظلم مبارزه نبرید، اون نتیجه فعالیت های شما همش در سبد یک دیکتاتور میرسد و همون دیکتاتور همون کارهای انجام داده شما را به فایده خودش و بر ضد دین و بر ضد ملت و بر ضد جامعه که شما میخواستید تربیت کنید و اصلاح کنید بر ضد آن استفاده میبرد. همون کاری را که امروز دیکتاتورها در جهان اسلام کرده ایستادند. هزارها عالم، هزارها مدرسه، واعظ ملت ها را تربیت کرده ایستادند. دیکتاتورها نتیجه کار این عالم ها را به صفر برابر کرده ایستادند. در جامعه های که اکثرا مسلمان هستند ولی دیکتاتوری هستند، فساد رشد کرده ایستاده است، ظلم رشد کرده ایستاده است، بیکاری. چرا این همه دعوت و این همه تربیت نتیجه نمیدهد؟ برای آنکه ما یک کار اساسی را فراموش میکنیم. گویا که مبارزه برای عدالت، برای آزادی، برای کرامت انسانی، مبارزه سیاسی برای رسیدن به یک حکومت مردمی عادل، یا که مسئولیت واعظان و داعیان و حرکت‌های مردمی و روحانیت و فرهنگی و ورزشکاران نباشد. بنابراین من نظرم این است که در مرحله آینده
وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان وارد این مرحله جدید میشود، در قالب یک حرکت فعالیت میکند، دیگر سمت ها را باید قوی تر کند، سمت تعلیم، تربیت، کار ملت سازی، جامعه سازی، اما به هیچ وجه از مبارزه برای عدالت، برای کرامت انسانی، برای رسیدن به یک دولت و حکومت پیشرفته معاصر باید دست نکشد، عقب نشینی نکند، برای آنکه این همه زحمت و تلاش ها به صفر برابر خواهد شد. خیلی خوب، خدا کند که موفق گردیم در این راه. آمین، سلامت باشد. البته این همه نیت هست، این همه برنامه ها هست، اما اون طرفش دست خداوند هست. مهم که ما باید در حرکت باشیم، در تکاپو باشیم. انسانی که داشتهش رو، دستاوردهای گذشتهش رو میخواهد حفظ کند، تمام هدف و برنامهش حفظ دستاوردهای گذشته است، بدانید که اون دیر یا زود از بین خواهد رفت، یا با گذشتن عمر یا با تغییر افراد، از حیات رفتن افراد، اونا هم خواهی نخواهی از بین می رود. همون برنامه، همون هدف، همون ارزش باقی میماند، رشد خواهد یافت که شما در پی اصلاح آن باشید، در پی تقویت باشید، در پی تغییرات باشید، در پی عمل باشید. باز از اصلاحات نترسید، از تغییرات نترسید، از تنقید نترسید، از گفتن و شکایت و حتی از مسخره و خریش مردم هم نترسید، چون که یک قسم آدم ها برایشان این مشغولیت است، خرسندی و وقت گذرانی است. برای ما، برای مبارزین این حیات است، این مبارزه است، این جزء کار است. بنابر همین اینجا این راه بسیار دشوار است، راه بسیار پرپیچ و تاب هست، اما این راهی هست که گذشتگان ما همین راه رو طی کردن. اگر استاد نوری از تغییرات میترسید و از تنقید میترسید، باید همون مکتب استادهایش رو که در نزد بزرگواران درس خوانده بود، حداقل اختلاف رویش و اختلاف فکری با استادش مولوی هندوستانی پیدا نمیکرد. اما استاد گفت که استاد بزرگوارم جای خودش، خدمتش رو کرد، ما باید یک قدم پیشتر برویم. انشالله نسل بعدی این کار را که استادان کردن و حالا در پهلوی ما هستن، انشالله این مسئولیت رو باز بهتر و خوبتر از ما انجام خواهند داد و ما وظیفه ما این است که در کمکشون باشیم، در پهلویشون باشیم و هر چی از دستمون میاد راه رو برای آنها بیشتر و بهتر باز کنیم. سلامت باشید استاد. اتفاقا سلیم جان، همین نکته رو هم بگم. بله. همین نکته رو هم بگم، وقتی که استاد مرحوم خودش این برنامه رو داشت، میخواست که حرکت رو از حزب جدا کند. همه برادران اعضای ریاست میدونن در جریان کار هست، این بحث در داخل نهضت شده بود، اما عجل امان نداد. بعدا خودی من در تاجیکستان همین کار رو دست زنی شدم، شرایط نبرداشت، چون حکومت اصلا ما رو دیگر رها نکرد که دنبال این کارهای فکری باشیم. و امروز وقتی که من حالا مسئولیت حزب رو به دوش دارم، من میتونستم که همین تغییرات ها رو اصلا انجام ندهم و بگم که بعد از من هر کاری میشود بعد از من باشد و من با همین چیزی که هست، با همین تا روزی که مسئول هستم فعالیتم رو انجام میدیم، بعد از من هر کسی که اومد چی کاری که میخواد بکند. من این کار رو نکردم. چرا؟ من میخواهم که تمام این تنقیدها، تمام این نیزه ها و تیر و کمان ها علیه ما باشد، ما رو تنقید کنند، ما رو مسخره کنند، هر چی میتوانند و میگویند برای ما کنند، اما نسل بعدی یک شرایط بهتر داشته باشد، از این قالب ها و از این دارو مدارها و از این بحث ها بیرون باشد و با یک روش جدید فعالیت را آغاز کند و به پیش برد. بگذار هر چیزی که هست در همین مرحله ما بشنویم، با عنوانی ما باشد و این هم شاید یک کمک خاکسارانه، یک کمک اندکی هم باشد برای پیشرفت و برای یک کمی نفسی سبک کشیدن هم نسل‌های بعدی و هم خود نهضت در مرحله آینده خواهد شد انشاءالله. انشاءالله. سلامت باشید استاد. صحبت خیلی صحبت جالب بود. این همه حرفای شما باور دارم پیام است به اون مردمی که حالا در تاجیکستان هستند، چون که خیلی از هموطنان تماس میگیرن از
قضیه میپرسم و فکرم که همه آنهایی که سوال میگذاشتن پاسخشان را گرفتم. نه اونا که واقعا سوال دارن پاسخشون را یا امروز میگیرن یا با سوال مطرح میکنن پاسخشون رو میگیرن، بعد اختیار در خودشون راضی هستن نیستن. اما اونایی که سوال ندارن اما سوال رو برای اینترنت میگذارن و این بحث ها رو مطرح میکنن، مطمئن باشد که از این صحبت های ما نه پیام میگیرن نه جواب میگیرن، بلکه این صحبت ها خودش باز یک فرصت دعوتی برای سوال ها و برای انتقاد های بعدی خواهد بود. زنده باش. در بجای میگفتن که ما محرک باید باشیم، این محرک خدا نگهبانتان استاد. همین بود دوستان عزیز، تماشاگران گرامی، موضوعی که ربع نه من خداحافظی کردم. خدا نگهبان باشه. تمام. همین بود دوستان عزیز، صحبتی که امروز میخواستیم انجام دهیم و پیشکش شما عزیزان گردانیم. باور دارم این یک پیام این صحبتی که امروز شد با خیلی سوال‌های شما پاسخ خواهد داد و اگر با پاسخ‌های باقی مانده باشد مرحمت ما در خدمتیم. ان شاء الله باز برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. باقی شما را در پناه خداوند میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.